امروز با شما آیدی ایرپورت گپ می‌زنیم و همه کلمه عباره‌ها و دیالوگ‌های ایرپورت رو می‌آموزیم. سلام زبان‌آموزان، نام من صدی و این زبان‌آموز است. وابسته به درخواست‌های شما امروز درباره ایرپورت گپ می‌زنیم و کلمه‌های انگلیسی وابسته به آن را می‌آموزیم. در این درس ما آیدی 3 مکانی ایرپورت گپ می‌زنیم، یعنی یکم خریدن چیپتا، دوم سپردن باگاژ یا اینکه رجیستراسیون و سوم در داخل ایرپورت گپ می‌زنیم. فراموش نکنید دوستان، زبان انگلیسی یک گونه زبانی است که در همه مملکت‌ها همچون زبانی بین المللی اعلام شده است و در همه ایرپورت‌ها شما با غیر از نوشتجات‌های زبانی دولتی اون دولت شما باز نوشتجات انگلیسی رو می‌بینید. برای همین این حتمی است که هنگام سفر شما زبان انگلیسی رو دانید. گپ را زیاد نمی‌کنیم دوستان، آغاز می‌کنیم از خرید چیپتا تا اینکه از رئیس خفا نمونید. در خریدن چیپتا یا اینکه بلیط صحبت شما چنین آغاز می‌شود. Hello, I would like to buy a plane ticket to Washington DC. When is the next flight to Washington? سلام، من می‌خواهم که یک بلیط با واشنگتن خرم. پرواز نوبتی با واشنگتن کی است؟ در اینجا would like این سینونیم کلمه want است، یعنی شما میتونید بگید hello I want to buy a plane ticket یا اینکه I would like to buy a plane ticket. would like این وریانت احترامی کلمه want است، یعنی وقتی که شما میگید که I would like to buy a plane ticket شما احترام قائل میشید نسبت فروشنده بلیط و خود رو با احترام نشان میدهید. When is the next flight to Washington DC? پرواز نوبتی با واشنگتن کی است؟ next اینجا همچون نوبتی ترجمه می شود و flight این پرواز است، یعنی next flight پرواز نوبتی. شما در جواب میتونید شنوید just a minute یا اینکه wait a minute, just a sec, just a moment please، یعنی یک دقیقه ایستید، یک دقیقه منتظر شود. At 6 p.m. در ساعت 6 بگاه. Okay, I would like to buy it. Okay, I would like to buy it. مایلش من آن را میخرم. I would like to buy it. من آن را میخرم. Your passport please. Your passport please. لطفاً پاسپورت خود را دهید. Your passport please. Here you are. Here you are. Here you are شما هنگامی گفتم میتوانید که وقتی که شما یکان چیز را به طرف اون کس دراز میکنید و میگوید here you are و این ترجمه میشود همچون مرحمت. Would you like a one-way ticket or a return? Would you like a one-way ticket or a return? یعنی شما بلیطی یک طرفه میخواهید یا اینکه بازگشت. One-way ticket این بلیطی چیپتا یک طرفه است، یعنی شما از یک طرف میروید و خلاص. و return ticket یا اینکه باز وریانت دیگر round trip ticket این وریانتی بازگشت است، یعنی شما با یک چیپتا هم میروید و هم میآیید. I need one-way ticket. با من بلیطی یک طرفه در کار، یا که I need a round trip ticket to Washington. با من چیپتای بازگشت با واشنگتن در کار. Can I pay with a cash or credit card? شما می توانید پرسید Can I pay with a cash or credit card? من می توانم با پول نقد پرداخت کنم یا اینکه با کارت کردیتی. It's up to you. It's up to you. این وابسته با شما است، این در دست شما است، چه که خودتان خواهید. کش در اینجا این پول نقد است، پولی که شما نقد دارید و کردیت کارت این کارت کردیتی، یعنی پرداخت غیر نقدی. و بعدا شما میتونید پرسید Is it direct flight or transfer? Is it direct flight or transfer? Direct flight این پرواز مستقیم است، یعنی شما از یک دولت از یک شهر به یک شهر مستقیم میروید. و ترانسفر پرواز گزارش است، یعنی شما با یک شهر دیگر میروید و از آنجا باز با سمالت دیگر نشسته با شهر دیگر میروید. شما میتونید پرسید Is it a direct flight or a transfer? این پرواز مستقیم است یا اینکه گزارش. Direct flight, not a transfer. Direct flight, not a transfer. این پرواز مستقیم است، این پرواز گزارش نیست. و در جواب فروشنده شما میتواند پرسد Would you like economy or business? Would you like economy or business? یعنی شما وریانتی اکونوم کلاس یا اینکه بیزنس کلاس رو میخواهید. و این وابسته با شما است، یعنی شما میتونید اکونومی یا اینکه شما میتونید گوید بیزنس کلاس. Okay, it's 200 euro.
it's 200 euro. این با شما 200 یورو میشه. یا اینکه $200 200 rubles. rubles این روبل روسی است. 200 سومانی 200 سومانی. Would you like an aisle seat or a window seat? Would you like an aisle seat or window seat? یعنی شما جای نشست را در نزد تیرزه میخواهید یا اینکه در نزد راهرو. aisle seat این نشست نزد راهرو است و window seat این نشست نزد تیرزه است. و اگر شما خواهید که با ابرها تماشا کنید شما میتونید گید window seat و اگر شما بسیارتر با حجتخانه روید یا اینکه نسکش باشید شما میتونید گید aisle seat. Here is your ticket. Here is your ticket. مرحمت بلیت شما. Have a nice flight. پرواز خوب داشته باشید. Have a nice این تمنیات خوب است یعنی have a nice flight پرواز خوب داشته باشید. Have a nice trip سیاحت خوب داشته باشید. Have a nice day روزی خوب داشته باشید و امثال اینها. tak چون بعد از آنی که شما چپتر خریدید ما میرویم با نزد چکینگ کانتر یا اینکه جای رجیستراسیون و در آنجا صحبت شما چنین صورت میگیرد. Hello, we would like to check in. Hello, we would like to check in. یعنی چه خیلی که گفتیم would like این وریانتی با دوباره است یعنی شما احترام قائل میشید و میگوید لطفاً ما میخواهیم که چک این کنیم. چک این یعنی سپردن باگاژ و رجیستراسیون کردن خود. Hello, can I see your ticket and passports please? من میتوانم پاسپورت و چیپتای شما را بینم. Of course, here they are. البته مرحمت. Here they are. مرحمت. How many bags are you checking in? How many bags are you checking in? یعنی شما چند سومکه یا اینکه چند جفزدان رو چک این میکنید اونها رو سپاریدنیه. Two bags. دو سومکه یا که دو جفزدان. Can you put them on the scale please? Can you put them on the scale please? یعنی شما میتونید آنها رو با ترازو گذارید. Scale در اینجا این ترازو است. دلخواه نمود ترازو scale میگن در زبان انگلیسی. خواه این ترازوی دستی باشد خواه ترازوی زمینی باشد. Yes, sure. بله حتما. Yes sure بله حتما ترجمه می شود. کلمه yes معناهای بین‌نهایت زیاد دارد و برای همین برای مختلف دیگر وریانت های کلمه yes شما میتونید این ویدیو رو در اینجا تماشا کنید که زیاده از 20 وریانتی رسمی و غیر رسمی کلمه yes رو در این ویدیو درس ما با شما آماده کرده ایم. و بعد از سونکه رو گذاشتن شما میتونید ببینید که وزن سونکه شما از وزن توصیه شده زیاد است و با شما در checking counter میگویند که you have an excess baggage. You have an excess baggage or luggage. baggage و luggage این هر دو باگاژ است یا اینکه سومکه های شما است. You have to pay additional money for that. You have to pay additional money for that. یعنی شما باید برای این پرداختی علاوگی کنید. excess baggage در اینجا وزن زیادتی است یعنی وزن شما وزن سومکه شما از وزن توصیه شده زیاد است. یعنی در اکثر ایرپورت ها این وزن 20 کیلو است و اگر سومکه شما از 20 کیلو زیاد باشد در این حالت شما باید پرداخت علاوگی کنید و برای هر یک کیلو زیادتی شما مبلغ معین میسپارید. و شما میتوانید پرسید how much for kilo. How much for kilo یعنی برای یک کیلو چند قدر پول. 10 euros 10 یورو برای یک کیلو 10 یورو یا اینکه 10 دلار یا اینکه 10 rubles 10 سومانی. و بعد از آنی که شما پول رو مدا میکنید here you are یعنی شما پول رو میدهید و باز از شما میپرسند how many carry on bags are you taking with you. How many carry on bags are you taking with you. شما چند جفزدان رو با خود میگیرید به داخل هواپیما. یعنی carry on bags این جفزدانی است که شما با خود میگیرید با داخل سامالیوت با داخل هواپیما و از این شما یگون مبلغ نمیسپارید. just one bag تنها یک باگاژ تنها یک سومکه. okay here is your boarding passes and your passports. Here is your boarding pass and your passport. یعنی که مرحمت چیپتای شما و پاسپورت شما. You will be boarding at gate B2 at 4 a.m. At 4 a.m. یعنی که at 4 p.m. شما سوار می شود. Boarding این سوار شدن با عملیات است. You will be boarding at gate B2 در دروازه B2
در ساعتی 4 بگاه 4 PM 4 PM و 4 AM فرق دارن از همدیگر، یعنی AM قسم سحر و PM قسم بگاه. Thank you و بعداً شما تشکر میکنند و میروید. اکنون دوستان وقتی که ما در زال نشیدنی یا اینکه بوردینگ روم قرار داریم، ما یک چند کلمه دیگر رو میآموزیم که در تابلوها در همه گوشه ایرپورت در آنجا هستند. این تابلوهای آمد و رفتی هواپیماها است از دیگر شهرها و از دیگر مملکت ها. اشکالی که در این رسم شما میبینید دوستان، یکم کلمه که در تابلو ما میبینیم این تایم است، یعنی تایم وقتی پرواز است. بعداً flight این پرواز است، پروازی رقم RE 1355 و بعداً destination یعنی سمت پرواز این سامالیات، یعنی که این پرواز به کجا میرود؟ به نیویورک میرود. ویه چخلی که گفتیم در اول، پرواز اگر ترانسفر باشد ویه میشد، یعنی پرواز ترانزیتی است و با واسطه کوپنهاگن به نیویورک میرود. بعداً کلمه چک این این رجیستراسی است و سپردن باغاژ است که این حال ما گذاشتیم. گیت این دروازه است یا اینکه برآمد است. گیت همچون دروازه ترجمه میشد و در ایرپورت اون را همچون برآمد میگن. در آنجا کابینه های مخصوص هستند که آنها با واسطه دروازه ها برآمد ها شما میروید، یعنی دروازه 34. و کلمه دیگر این ریمارکس است. ریمارکس این حالت پرواز است. گیت اوپن یعنی شما میتونید علاقه روید با دروازه درآیید و با بوردینگ با سامالیات سوار شوید. در اینجا باز دیگر کلمه است بوردینگ یعنی علاقه این پرواز مردم با سامالیات نشسته ایستادند، بوردینگ سوار شده ایستادند. on time یعنی ساعت این پرواز عوض نشده است و در وقتش میپرد. بعداً کلمه دیگر delayed سرخ کرده شده است. delayed یعنی این پرواز با تأخیر گذاشته شده است، ساعت پرواز عوض شده است. و کلمه اخیران دوستان در اینجا این cancelled است. cancelled یعنی پرواز قطع شدن پرواز است، یعنی وقتی که پرواز تماما قطع می شود cancelled. و حالت اخیران دوستان این در داخل هواپیما است. وقتی که شما با هواپیما علاقه سوار شدید، داخل شدید و در آنجا چنین صحبت روی می دهد. Welcome aboard یعنی خوش آمدید با سامالیات. aboard این علاقه داخل سامالیات است، یعنی خوش آمدید با بورد با داخل سامالیات. I hope you enjoy your flight today. امیدوارم you enjoy شما لذت میبرید your flight today از پرواز خود امروز. You can put your bags into the overhead compartment. شما میتوانید جزدانهای خود را در overhead compartment گذارید، یعنی در شکاف هایی که در قسمت بالای هواپیما است در آنجا گذارید. و بعد از آنی که شما میشینید این جایهایی که شما در اول گفته بودید، یعنی window seat این جای نشست نزدیک تریسه است. middle seat این باین است، یعنی middle کلمه باین. و بعداً aisle seat این جایی که در نزد راه رو است. aisle seat فراموش نکنید دوستان که حرف S در اینجا تماما خونده نمیشه، یعنی aisle seat نه بلکه aisle seat. استیواردسا با شما حتما میگوید Please fasten your seat belts because plane is going to take off soon. Fasten your seat belt. Fasten این بستن است، یعنی seat belt این تسمه بی خطری است. و بعد از آن که شما پرواز میکنید و سامالیات با جای مکانی خود میرسد در هوا و شما میگویند Now it's safe to unfasten the seat belts. اکنون شما میتوانید تسمه های خود رو کشوید. unfasten کشودن است، یعنی الا کردن. و بعد از یک ساعت یا یک نیم ساعت با شما خوردنی میارند و با شما میپرسند What would you like for your in-flight meal? In-flight meal این خوراک داخلی سامالیات است، یعنی خوراک در پرواز in-flight meal. We have chicken and rice or pasta. ما مرغ داریم. chicken این مرغ است، چوچه است. and rice با برنج or pasta یا اینکه پاستا این خوراک ایتالیایی لپشه است، مکرون. شما در جواب گفته میتوانید We'd like chicken and rice please. We'd like این شکل کوتاهی we would like است.
chicken and rice please. لطفاً با ما مرغ و برنج دهید. چوچه و برنج دهید. Would you like anything to drink with that? Would you like anything to drink with that? شما میخواید با او یگان چیز نوشه. A glass of lemonade please. A glass of lemonade please. لطفاً یک شیشه لیموناد. یک شیشه لیموناد. و وقتی که شما دوستان الله که فرمودید از عملیات و باید باغاژ خود را گیرید، برای گرفتن باغاژ خود شما باید جمله های زیرین را دانید. Sorry, we need to get our baggage. Sorry, we need to get our baggage. There is a baggage claim. There is a baggage claim. ببخشید ما باید باغاژ های خود را گیریم، سونکه های خود را گیریم. baggage claim یعنی جای قبول سونکه ها در کجا است. baggage claim این جای قبول سونکه ها است. و کارمندان ایرپورت با شما گویند follow me. follow me یعنی از خلفای من بیایید. follow me follow پیروی کردن یعنی کسی از پشت من بیایید. Here's a baggage claim. Here is a baggage claim. این است جای قبولی باغاژ ها. Look for a baggage in a baggage carousel. Look for your baggage in a baggage carousel. سونکه های خود را که باغاژ خود را در کاروسل باغاژ ها بکوبید. baggage carousel این کاروسل است، این تسمه است که سونکه ها در آنجا تاب میخورند و هر کس سونکه خود را گرفته از آنجا میرود. این بود دوستان درس و صحبت کلمه های درکاری و عباره های لازمه آید ایرپورت. اگر این درس به شما کمک کرد پس حتما لایک را زیر کنید و حتما به کانال ما ابونه شوید بر آن توگمه سرخ و فراموش نکنید زنگوله را پخش کنید تا از درس های آینده پیش از همه خبردار شوید. در درس آینده ما آید یافتن وقت برای آموزش انگلیسی که می‌ذاریم زیرا اکثریت زبان آموزان شکایت کردند که آنها برای آموختن زبان انگلیسی وقت ندارند، آنها به‌نهایت بندند و در درس نوبتی ما با شما متد و اصول های را میفهمونم که شما حتما برای آموزش انگلیسی وقت می‌آید. تا درس دیگر سلامت باشید. بای.